سلام، من فازیم. امروز اومدم اولین ویدیومو از مجموعه ولاگ روزهای هنری من باهاتون به اشتراک بذارم. یعنی در واقع اومدم اولین ویدیومو بسازم، بعدش اشتراک میذارم. یکی از دلایلی که این کانال رو زدم اینه که من همیشه به تست کردن انواع هنرهای مختلف علاقه داشتم. البته اگه بگم انواع همشون، یه مقدار زیاده روی کردم، به یک سریاشون خیلی بیشتر علاقه داشتم و دارم. واسه همین این چنل رو زدم تا بیایم با هم بریم اونا رو تست کنیم و اگه هنر دیگه ای هم هست که تو ذهن شما مشغولیت ایجاد کرده یا چند وقت دنبالشین و نمیدونین بریم سمتش نریم سمتش چیکار کنیم، میتونین برام کامنت بذارین. اگه تونستم حتما میرم دنبالش و ویدیوشو باهاتون شیر کنم. اینجا خبری از جدیت و حرفه‌ای بودن نیست، یعنی صرفا تو این کانال ما داریم تست میکنیم، لذت میبریم، حتی از اشتباهاتمون، حتی به غلط، و قرار کنار هم دیگه یاد بگیریم. اولین پروژه‌ای که من انتخاب کردم که داشته باشیم واسه تست کردن اکشن فیگوره. یه نمونه بهتون نشون بدم. این مشکیه اکشن فیگور. حالا این پرایم خورده. قرار بریم یکی از مدلایی که برای من معنی داره و دوستش دارم و دلم میخواد که با شما شیرش کنم رو، و البته به خاطرش من زیبراش یاد گرفتم وگرنه زیبراش بلد نبودم. میخوام بریم اونو رنگ کنیم با هم دیگه. اولین پرایمری که میبینید پرایمر دوپلیکالره و به صورت اسپری مصرف میشه. دومین نوع پرایمرهای والیهوه که رنگ بندی متنوع داره و شما بسته به کارتون هر رنگی رو بخواید میتونید انتخاب کنید و اونا با این ایربراش ها مصرف میشن. والیهوهایی که میبینید پرایمرهایی که ما تهیه کردیم در این رنگ هاست و این رنگ ها رو قرار امروز استفاده بکنیم برای اکشن فیگور. اکشن فیگور نمونم ایشونه و چون مشکی رنگه ما از پرایمر مشکی استفاده میکنیم و پرایمر مشکی رو قراره که بریزیم توی این مخزنی که مشاهده میکنید. رنگ رو خوب هم میزنیم
تا خوب هم زده بشه و رنگ یک دست بشه. بعدش بازش میکنیم و به مقداری که لازمه و فکر میکنیم مناسبه برای کارمون، نه زیاد و نه خیلی کم، ازش درست میکنیم و بعدش با مایع رقیق کننده که شامل مایع بوتیل گلیکول و آب مقطره که برای رقیق کردن رنگ اکریلیک و حتی پرایمر توی ایربراش استفاده میشه. همونطور که میبینید 2 برابر حجم که ریختم من بهش این مایع رو اضافه میکنم و بعدش خوب هم میزنم. الان اینجا هم میزنیم. ببینید به غلظت رنگ دقت کنید، نه زیاد غلیظه و نه زیاد شله. به یه حالتیه که خیلی خوب در واقع اسپره بشه روی کار. و الان به فاصله دست من دقت کنید، ببینید چجوری رنگ رو میزنن. رنگ همینطور پخش میشه و به صورت یکسان. دستتون رو نباید روی یک نقطه نگه دارید، دستتون باید همواره در حال چپ و راست کردن و همینطور مدل رو در حال گردوندن باشید تا رنگ یک جا شره نکنه. هر جایی هم که یه موقع دیدید رنگ زیادی رفته میتونید با استفاده از ایربراش فقط باد بهش بزنید، یعنی رنگ رو نزنید بهش. به ریزترین جزئیات هم دقت میکنیم، حتی دم، پاها، دستا، جایی نباشه که پرایمر نخورده باشه. و یکی از دلایلی که ما پرایمر میزنیم اینه که رنگ خوب روی کار بشینه و البته به راحتی هم خشور نداره. یک راه دیگه ای هم که هست اینه که فیگورتون رو سنباده بکشین، ولی من ترجیح میدم که پرایمر بزنم. اینجا هم میرسیم به قلمکاری کار و فکر میکنم که دیگه آخرای کاره. دارم چشماشو رنگ میکنم. طور که میبینید با دقت اول دوره ها رو میزنم و مراقبم با ریزترین قلمو و مراقبم که رنگ زیاد پخش نشه تو جاهای ناخواسته. وقتی با قلمو رنگ میذارید حتما حواستون باشه که رنگ رو لایه لایه بذارید. اگر رنگ رو کلفت بذارید جزئیات کارتون از بین میره و همینطور موقع خشک شدن بد دیده میشه. واسه همین موقع کار با قلم مهمه که رنگ‌ها رو لایه لایه بذارید، صبر کنید خشک بشه و بعد لایه بعدی رو انجام بدید. تا 3-4 لایه حتی 5 لایه گاهی لازمه واسه اینکه رنگ یک دست خوب دیده بشه. که خب من اینجا همینطوری که میبینین، همین که جلو میرم رفته به علت کمبود حوصله میخوام از ایربراش استفاده بکنم. خیلی خب من یه اشتباهی کردم، میخوام اینو باهاتون شیر کنم. خیلی طبیعیه، پیش میاد تو کار. اونم اینه که این مدلمونو اول باید چشماشو من سفید میزدم، بعد چشماشو ماسک میکردم با چسب. یعنی ماسک کردن یعنی جایی که نمیخوای رنگ بخوره توی اکشن فیگورت، اونجا رو ماسک میکنی تا رنگ رو اونجا نشینه. یعنی بعدش چسبا که میکنی اون قسمت رنگ نخورده انگار. بعد من باید سفیدی ها رو ماسک میکردم و مشکی رو میزدم، یعنی سفیدی هم دست نخورده باقی میموند. ولی خب من این روند رو برعکس رفتم. یعنی شاید بگین که خب چه فرقی میکنه، سیاه بزن بعد سفید بزن. زحمت کارتون 2 برابر میشه. قشنگ زحمت کار من 2 برابر شد. نگاش کنید تا بخوام گردنش که رنگ خورده کامل، بعد بقیه جاش هم همینطور یه سری سایه های ناخواسته ایجاد شده و همین دیگه. قسمت پاها و چشم کاراکترم رو ببینید، اینا سفیده. این سفید رنگا به خاطر مصرف چسب لاتکسه، همون این چسب برای ماسک کردن اکشن فیگور استفاده میشه و بعد خشک شدن میبینید الان سفیده، بعد خشک شدن کامل یک ترانسپرنت میشه. اینجا ببینید، اینجا همشون ترانسپرنت شده. الان اون سفیدی ها رو دیگه نمیبینید، اینجا یعنی خشک شده و من میرم سراغ رنگ کردن. اول از همه بیسش رو رنگ میکنم. پاهاشو ماسک کرده بودم به این دلیل که میخواستم بیسش رو رنگ کنم، یه رنگ دیگه ای بکنم و الان دیگه نگران نیستم که اون جاهایی که رنگی میشه
قراره که آخرش بمونه یا نه، چون قرار نیست که بمونه، قراره کنده بشن به علت مصرف چسب لاتکس. الان میبینید دارم تلاش میکنم که چسب لاتکس ها رو بکنم از رو مدل. البته باید دقت کنیم که وقتی چسب لاتکس رو میکنیم به ظرافت کارمون هم توجه کنیم و نشکنه مدل تو دستمون. واسه همین من از قیچی هم استفاده میکنم اینها که برش بدم و چسبا رو بکنم دونه بدونه. الان که میکنم نتیجه رو خواهید دید، قشنگ رنگ نگرفته و بسیار تمیز اونجا حی حاضره. تصمیم گرفتم با قلم و ریزه‌کاری هاشم انجام بدم و ادیت های ریزشم روش انجام بدم که زیباتر بشه کارم و بهتر دیده بشه. خب اینم از این تجربه و ایشون رو رنگ کردیم، کامل شدش. یکی از دلایلی که این شخصیت الهام بخش منه واسه اینکه شعارش انجامش بده بود. do it. و اگر انیمیشنش رو دیده باشین هر چیزی که کاراکتر نقش اول میگفت انجامش بده. واسه همین الهام بخش من شده. واسه کسی که کمالگرایی داره و از ترسش هیچ کاری انجام نمیده، این در واقع الهام بخش منه. اگه خواستین بازم اکشن فیگور رنگ کنم حتما بهم بگید. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم که لذت برده باشین و البته کنار هم دیگه یاد گرفته باشین. اگه سوالی بود، نکات بیشتری احتیاج داشتین حتما با هم در میون بذارین و تو ویدیو بعدی حتما اونا رو نشون میدم.